اگر بخوای تاریخ پادشاه‌های مختلف جهان رو ببینی خیلیشون حرمسرا داشتن. حتی نمونه داخلی هم داریم که ناصرالدین شاه هست با اون سرسره معروفش. شیطان خلاق بوده تو این سبک. حرمسراها یعنی اینکه تعداد زیادی زن داشتن که همه رو یک جا نگه می‌داشتن. اما امروز ما درباره کشوری حرف میزنیم که شاید فکرش هم نمی‌کنیم که این کشور با این همه قوانین عجیب حرمسرا هم داشته. پس این ویدیو رو از دست ندید و تا آخر ویدیو همراه ما باشید. اول ویدیو یه فرق عجیب بگم که حرمسرای کره شمالی با بقیه فرق داره، یعنی عمومی و برای بزرگان و مهمونا هست. این حرمسرا اسم خاص خودش هم داره که میگن کیپومجو، یعنی لذت. کارکنان این حرمسرا رو رهبر کره شمالی انتخاب میکنه و اونا دخترها رو انتخاب میکنن و در اختیار مهمونا و امرای دولتی میذارن. و جالب اینه که تعداد دخترها باید 2000 تا باشه و اگر یکی تاریخ مصرفش گذشت یکی دیگه باید جایگزین بشه، چون تو نوبت هستن که وارد اینجا بشه. حالا کیپومجو اصلا از کجا اومده و چه جوری شده؟ این کار از دهه 1970 شروع شده، وقتی که پسر به باباش میخواد هدیه بده، یعنی کیم جانگ ایل به پدرش کیم ایل سانگ که رهبر کره شمالیه. کیم جانگ ایل خبر داشت که باباش تابستون میره تو ویلای تفریحیشون و برای همین چند تا دختر جوون رو میفرسته اونجا تا منتظر پدرش باشه. وقتی که کیم ایل سانگ میرسه ویلا و هدیه پسرش رو میبینه خیلی خوشش میاد و دستور میده که این بشه یک برنامه همیشگی. شیطان دنبال فرصت بوده. رهبرای بعدی شما بگی یکی مخالفت کنه بگه جمع کنه این برنامه رو، نه، اونا اومدن تازه توسعه دادن. ولی رهبر فعلی که کیم جونگ اون هست اطلاعات بیشتری درباره کیپومجو وجود داره که نسبت به رهبرای گذشته، چون خانم یونیمی پارک که از کره شمالی فرار کرده جزء همین گروه کیپومجو بوده و خیلی چیزا رو توضیح داده. مثلا گفته وقتی مامورای کیپومجو دستور میگیرن از رهبر کل کره شمالی رو میگردن دنبال دختر 11 و 16 ساله که همشون مانکنن. دخترایی که میخوان وارد این گروه بشن باید تست بکارت بشن. وقتی از آزمایش با موفقیت عبور کردن میفرستنشون پیونگیان. وقتی وارد کیپومجو میشن مثل قوانین ارتش باشون رفتار میشه و رده‌های مختلف قرار میگیرن. این خانم میگه یکی از رده‌های نظام کیپومجو ماساژوریه. تازه ماساژوریش هم رده‌های مختلف خودشه. بعضیا ماساژ پا میدن، بعضیا پشت، بعضی هم گردن. خلاصه هر قسمتی تخصص خودشو داره. و یک رده دیگه هم داره که باید رقص بلد باشه و خوب بخونه. این دوتا آیتم رو داشته باشه میره تو رده رقاصا. ولی در کل به صورت مشترک همشون برده جنسی هم هستن، حالا هم برای رهبر، امراشون و مهموناشون. و اما این دخترها چند سال در کیپومجو کار میکنن. بایستی بگم که 25 سالگی آخر خطه و دیگه بازنشسته میشن. یه نکته جالب و ناراحت کننده در موردش وجود داره که اینه که این دخترایی که انتخاب میشن یا خانواده‌هاشون میتونن بگن نه، اما هیچ وقت نمیگن، چون از همه جای کره شمالی میان پیونگیان و حداقل میدونن شکمشون سیر میشه. ناراحتی دیگه هم هست اینه که دخترایی که وارد اون میشن دیگه باید با خانواده‌هاشون خداحافظی کنن، نمیتونن به دیدنشون برن و نمیتونن هیچ تماسی برقرار کنن. کوچکترین خلافی در این مورد باید همش برن کار کنن یا مرگ بر اثر کار. دلیلش اینه که نباید اطلاعاتی از این حرمسرا به بیرون بره. اگر تا اینجا ویدیو خوشتون اومده لطفا لایک رو بکوبید و کانال جعبه دانستنی رو سابسکرایب کنید و ادامه ویدیو رو تماشا کنید. یکی دیگه از قوانین سفت و سخت کیم جونگ اون در مورد کیپومجو اینه که دخترای درجه 1 رو برای خودش و مهمونای خودش انتخاب میکنه. درجه دوم هم برای ژنرال‌های نظامی و رده‌های بالاست و درجه سوم در از پیشخدمت‌ها هستن که قرار میگیرن. گفتیم که دخترها تا سن 25 سالگی تو حرمسرا هستن و بعدش رهبر برای نظامیای مجرد آسین بالا میزنه و این دخترها رو برای مجردا انتخاب میکنن و نظامیا خوشحالم میشن چون رهبر براشون زن انتخاب کرد. حالا تو ظاهرشون اینطوریه و تو دلشون فوش میدن چی میگن خدا میدونه، چون به رهبرشون نمیتونن بگن. و یک شایعی هم هست که میگن همسر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم جزء دخترای کیپومجو بود. طبق قانون امروز دنیا دست درازی به زیر سن قانونی یعنی تجاوز و تجاوز در 90% کشورها مجازات‌های خیلی سنگینی داره. اما دخترایی که برای کیپومجو انتخاب میشن همشون زیر سن قانونی هستن.
اولین رهبر کره کیم ایل سونگ میگفت دخترای جوان باعث جوانیشون میشن. به این جور آدما طبق قانون میگن پدوفایل و پسر و نوش هم آورده توی این کار. و باز نکته ناراحت کننده داره این موضوع اینه که دخترایی که انتخاب میشن با استعداد هستن، چون اول باید از آزمایش رد بشن، مخصوصا در خوانندگی و رقص، چون رقصایی که میکنن، آوازهایی که میخونن همشون هنرمندانه و هنریه. متاسفانه با این استعدادهایی که دارن جای رشد ندارن و مثل یک برده جنسی استفاده میشن و زندگی میکنن. پسرانشون هم همچین وضع بهتری ندارن، چون تو کره شمالی همه مشغول خدمت به رهبر کره شمالی هستن و در کل هنرمنده برجسته نه با این قوانینی میتونه رشد کنه نه میذارن که رشد کنه. اینم از ویدیو امروز. رسیدیم به انتهای ویدیو. لطفا نظرتون رو بگید توی کامنت ها از این نوع سبک زندگی در کره شما.